بر این بذارین که همین فردا یه کمپانی خیلی معروف بیان با شما قرارداد ببندن و از شما بخوان که بریم توی شهرهای ایران کنسرت بذاریم و حتی خارج از ایران. شما بشید محبوب قلب‌های مردم ایران، جوری که نتوید حتی تو خیابون خیلی راحت راه برین، شما رو با انگشت نشون بدن، بخوان باتون عکس بندازن، ازتون امضا بگیرن، ولی درآمدی که دارید توی این کار به اندازه درآمد جراحی زیبایی که انجام میدین نباشه. اگه این اتفاق بیفته شما تو اون شرایط کدوم یکی از این دوتا رو ترجیح میدین؟ مسلما شما نمیری سمت چیزی که آخه سوالی که از من میپرسین نباید از من بپرسین، خب چون الان من تو پزشکی هم به حال اون شهرت هستش، میری مثلا تو درسته. مثلا شما شاید سوالات این باید باشه که ببخشید سوالتون باید باشه که اگر مثلا پزشکی شروع نکرده باشی و اینا الان اول راهی مثلا بله میخوای بری موسیقی رو معروف بشی بدون پول، میخوای پزشکی رو بری و معروف بشی با پول، اینم نیست. خب منظور ایشون اینه که شما خب دکتر سرشناسی هستین، در این شکی نیست، ولی این نیست که شما الان وارد هر رستوران یا هایپری بشی شما رو با انگشت نشون بدن. شهرت بیشتر منظورتون؟ بله. شهرتی که نه زیاد، نه همه عوام هم بشناسن. نه زیاد جالب نیست. اینجا یا شهرت؟ نه اصلا شهرت زیاد جالب نیست. زیاد جالب نیست، مخصوصا برای الان من اصلا زیاد جالب نیست. اولا که امنیت شما نداری. درسته. خب ممکنه شما مثلا یه پسر 17 ساله رو از شهرستان بیاری تهران معروفش کنی و بهش بگی که من به تو 20,000 تومان میدم، میلیاردها تومانت هم هرچی در میاری برای من شرکت باشه و من تو رو ابیوز کنم. اونم 17 سالشه میخواد یه دوردوری کنه، 2 تا دختر بشناسنش، بره با این بگرده با اون بگرده. همون آدم ممکنه قبول بکنه اینا، چون اون چی میخواد؟ یه دونه ماشین بده زیر پاش، 2 تا دخترم نگاش بکنن، یه خونه هم بساش اجاره بکنی تو تهران، نه زیاد بالا نه پایین وسط. همون آدمو من میشناسم، یه نمونه زنده است که ناراضیه. خب میگه خب تاش چی شد؟ الان منو شناختن، چی شد؟ زندگیم چی شد؟ جوونیم چی شد؟ اینا رو ما دیدیم. دوستای صمیمی ما هستن دیگه. از وقتی ما رفتیم توی تولید به هر حال خواسته و ناخواسته با بچهای موسیقی و خیلیشون دوستای صمیمی من هستن، اونایی که رو علم رو روی اصول و یه خودشون فکر کردن، عقلشون ندن دست همین شرکتایی که شما میگی این مدیرای تولید و کنسرت گذارا، اونایی که خودشون از اول برندشون حفظ کردن، خیلی الان موفق ترن، خیلی راضی ترن، اینطوری بگم. درست. خیلی راضی، درصدی که دارن میگیرن. حالا با توجه به اینکه نه من شهرت رو اصلا نه تنها به نظر من یه چیز زودگذریه که مثلا یه هفته مثلا دوست داشته باشی بعدش دیگه فراری هستی. الان شما کیو مثلا خیلی دوست داره عادت کردن ها، اصلا میری یه جا نمیشناسنش مثلا ناراحت میشه انقدر که عادت کرده به اون زندگی، ولی ازش بپرسی میگه آقا دوست داری یه خود شهرت داشته باشی ولی بتونه راحت‌تر و با امنیت بیشتری زندگی کنی و ابیوز نباشی توسط افراد دیگه. 100% ترجیح شما اینه که شما خودت بشی تولید کننده خودت بشی اون سرمایه گذار. خیلی فانش بیشتره، چون الان مخصوصا واسه ماها که داریم موسیقی راک تولید میکنیم مثلا ذهن اون سمت راکه با این طرفدارای کمش تو ایران البته داره خیلی بهتر میشه. باز الان هیپ هاپ خیلی بهتر داره میشه، پاپ داره میره، ولی خب راک خیلی سبدش کوچیکه، خیلی محکمه طرفداراشو، بسیار محکم و خیلی آدمای پشت هم هستن ولی کمه. خب شما اگه که یکی دیگه بشه مثلا مدیر برنامه‌ها و تولید کننده، میگه آقا اینو ولش کن 6 8 بساز، چی داره میسازی؟ میگه آخه من اون آکوردو دارم میگیرم از اونجا رفتم بر اساس مثلا مونلایت مووان سوم بتوون دارم میزنم، میگه برو پی کارت 6 8 بزن، یه ذره بندری هم قاطیش کن، من اینو میخوام از تو. شهرتم بهت میدم حرفم نزن. خیلی بده. خیلی بده. درسته. حالا با توجه به اینکه این میزان علاقه در شما وجود داره به موسیقی، جزء اون دسته پزشکا هستین که وقتی دارن جراحی انجام میدن عذرخواهی میکنم موزیک گوش میدن؟ نه پس اونایی که موسیقی هم بلد نیستن موسیقی گوش میدن اصلا مگه میشه؟ درسته. بعد موسیقی خودمونم گوش میدیم ما، راک خیلی ترش متال بیشتر، ولی به خاطر اینکه یعنی جیمز میخونه و شما داری انجام جیمز آره آرامش دیگه.
و الان یه ذره رعایت میکنم واقعا. بچهای چون به هر حال بجز ماها بچهای بیهوشی هستن اونجا، بچهای تکنیسیان اتاق عمل هستن، اومدیم دیگه تقسیم بندی کردیم، پارت بندی کردیم، گفتیم مثلا بیایم نیم ساعت اول اینو گوش کنیم، بعد بریم ترکی، بعد بریم کردی، چون هستن سلیقه همه رو در نظر ما هم کرد داریم هم ترک داریم و تقسیم کردیم، یه ذره دموکراسی رو رعایت کردیم. دکتر شمس، اگر که یه مراجعه کننده‌ای بیان پیش شما برای مشورت گرفتن راجع به جراحی زیبایی، حالا از هر نوعش که باشه، اگه شما احساس کنین که اون آدم نیاز به اون جراحی نداره واقعا، آیا اینو بهش میگین، سعی میکنین منصرفش کنین، یا اینکه نه منافع مالی رو در نظر میگیرین و میگین من کار بدی هم انجام نمیدم، چیزی که ازم خواسته رو براش انجام میدم؟ ما چند تا ویزیت داریم سبا امروز؟ اگه قرار باشه هر 70 تاشو عمل کنم که اصلا ببینید شما یه استاد داشتیم خیلی دوستش داشتم و دارم موقع رزیدنتی، یعنی الان چون دوریم هستم، میگفتش که تجربه جراح خب با عمل کردنه، کردیتش با عمل نکردناشه. یعنی کردیت یه جراح به خاطر عملهایی که رد کرده به دلایل درست ها. این دلیل درست میتونه واسه این باشه که یک نفر اصلا نیاز نداره، مثلا شما بگی آقا بینی منو قوس بیشتر بده، چه قوسی دیگه بدم، سر بالاتر کن، یا سوراخ بینی منو ببند، تو چیکار داری، من نفس نمیخوام بکشم. یا مثلا یه باربی میاره میگه من میخوام شبیه این شم، ژنتیکن خیلی فاصله دارم. یا نه میگه که من جدا شدم از همسرم، میخوام یه کاری بکنم که مثلا انتقام بگیرم، چه ربطی داره. یا مثلا انقدر قرص ضد افسردگی میخورم، 3 بارم سابقه خودکشی دارم، حالا منو لیفت کن، دست و پام نباید بلرزه. خب ببین همیشه اون عمل کردنه نیستش دیگه، اون بعدش باید جواب بدی دیگه، آیا اون چیزی که خواسته شده یا نه. همیشه میگم یعنی شما یک نتیجه از جراحی داری، یک چیزی توی فکتت داری، یه چیزی هم تو ذهن بیمار داری، این 3 تا باید به یه نقطه برسه تا عمل موفق بشه. اگه بیمار بنز بخواد من بهش BMW هم بدم، اون بنز میخواسته، این چی میگم، بعد اون همون چیزی که من دارم عمل میکنم و بخواد. بعد میگه که بعضی موقع این سوالو از من میپرسن که میگن که اون چیزی که ما میگیم رو عمل بکن، تو چی کار داری که مثلا چی میگی و فلان تو صورت ما چی میشه. این من میگم اتفاقا شما اومدین جلسه مشاوره پیش متخصص که کار هر روزش مثلا حالا من لیفته، عمل بینی، عمل فکه، که به شما بگی آقا این کارو بکن یا نکن، این کار به نفع شما هست یا نه. آیا من نیاز دارم؟ زیبایی نیاز نیست. من اینو 1000 جا گفتم به همکارا، حالا بعضیشون ممکنه که اصلا دوست نداشته باشن این حرفو. اصلا زیبایی به نظر من نیاز نیست. کی گفته قوز بده؟ قوز بینی. کی گفته مثلا باید بینی تا چقدر سر بالا باشه؟ کی گفته باید ابرو بالا باشه؟ کی گفته باید ابرو کشیده، چشم کشیده باشه؟ و 1000 تا چیز دیگه. اگر هم ما جراحی زیبایی برای یک فردی میکنیم که در تصادف یک طرف صورتش از بین رفته، استخوان شکسته، میسازیم پروتز، این درمانیه، پس زیبایی نیاز نیست. آیا پس چرا مشاوره میذاریم؟ که ببینیم آیا در اون فرد شدنی هست یا نه. شدنی یعنی نزدیکی فکت و چیزی که تو ذهن بیماره و نتیجه. این حالا شدنیه، به جوش میخوره معامله یا نه؟ خیلی فاصله است، خیلی فاصله است. علاوه بر اینها هر جراحی برای برندسازی باید امضا داشته باشه. نمیتونی که هر روز پاشی با یه مود متفاوت، اینو باید اینوری بکشم، خب امروز میخوام همه رو بدم بالا، امروز میخوام همه رو بدم پایین، امروز سرای بینی، نه، باید آقا بگن که اینو دکتر شمس عمل کرده دیگه. این امضایی هم باید داشته باشی. بله. BMW سال شما 50 سال پیشو از دور که داره میاد با همین که 20-25 میاد، وقتی میبینیش میگی BMW است، ولی یک دنیا فرقشونه. خب من درست متوجه منظورتون شدم. یعنی میخواین بگین که کسایی که پیش شما مراجعه میکنن مثلا واسه جراحی زیبایی بینی های یک شکلی دارن؟ نه. که مثلا میگن این بینی دکتر شمسه. نه، بعضی ما نیاز نیست اصلا.
بعضی موقع من اصلا دور میشم از اینه که چرا قبولشون نمیکنم. نه منظورم که چون فرمودین از دور که میبینیم میفهمیم این چه ماشینیه. شما باید در عین اینکه متفاوت عمل کنی امضا داشته باشی. خب همین امضا دو تا بینی نباید مثل هم باشه، به خاطر اینکه صورت‌ها متفاوته. مثل بله. اثر انگشت میمونه. مثلا دو تا اثر انگشت شبیه هم نیست. تناسب رو باید رعایت کنی، تنفس رو باید رعایت کنی، امضا هم داشته باشی. کار سختیه. کار بسیار سختیه که شما در عین تفاوتی که در صورت‌های مختلف داشته باشی امضا هم داشته باشی. میشه همون BMW 50 سال پیش شبیه الانه؟ یه شباهت‌های کلی دارن و این نزیاد. اصلا شبیه هم نیستن. ولی امضا داره. یه امضای ریزی داره. خیلی کار سخته. میدونی اصلا به صورت بسیار عجیبی رعایت کردن و اینا کار یه نفر نیستش. میده 1000 نفر مغز تو اتاق فکرشونن. فکر نکن مثلا آسون شانسی در آوردن. اینا نشستن 50 سال بعدم فکر کردن. خب ولی ما الان میخوام اینو بهتون بگم که تفاوت رو در حین داشتن اون امضا باید داشته باشی. ولی حالا بحث اینجا بود که اصلا آیا همه رو عمل میکنی یا نه؟ به نظر من اکثر افرادی که میان مشاوره نیاز به عمل زیبایی ندارن و حتما باید بهشون حقیقت رو بگی، هم به خاطر وجدانت که شب راحت بخوابی، هم به خاطر کردیتت. یعنی شما باید یک فردی که نیاز داره و درست میشه و خوب میشه تو زیبایی رو عمل کنی. کیس سلکشن خیلی چیز مهمیه و آخرین چیزم بگم، خیلی حرف میزنم ببخشید، اصلا نمیذارم حرف بزنید. مهم اینه که من یکی از استادام گفتم چرا مثلا دکتر فلانی انقدر معروفه اون یکی معروف نیست؟ من که اینا رو میشناسم که همشون دستشون خوبه که دارن عمل میکنن فلان. علتش چیه؟ کیس سلکشن، درست انتخاب کردن، همه رو عمل نکردن. خب کاری ندارم که آقا بله مثل هر رشته دیگه جراح خوب و بد داریم. بله. ممکن آقا دستش خوب نباشه، دست جراحی نداشته باشه، ولی تو اونایی که خوبن تفاوت رو کیس سلکشن انتخاب کن. و پیشرفت روزانه، هر روز باید آپدیت باشی. هر روز یک ذره از روش‌های 2 سال پیش من الان نیست. هی باید پیشرفت کنی. مگه تجربه بیشتر نمیشه؟ هر جراحی داره تجربه بیشتر میشه. همونطوری درجا باید بزنی؟ نه دیگه، تو داره هی میبینی، هی بیشتر میشه، هی باید فکر کنی اینو حذف کنم، اینو اضافه کنم، بیام این کارو بکنم. و اتفاقا بر اساس تغییر روش هایی که عارضه رو کمتر کنی میفهمی که یه عده رو باز بیشتر نباید عمل کنی. یعنی باز دوباره که سلکشنت باز این فیلتره هی سوراخاش هی کوچیک‌تر میشه. درسته. حالا با توجه به اینکه فرمودین به قول اون دوستمون که میگفت چه قوز شرقی داری، پس اگر کسی به شما مراجعه کنه، حالا به قول اون دوستمون یه قوز شرقی هم داشته باشه، اصرار کنه به شما که من دکتر میخوام تو رو خدا این جراحی رو انجام بده، اگه خوب بشه جراحیش میکنم. اگه احساس کنم که خوب میشه و تناسبشه و آبروم حفظ میشه و میرم بیرون میگن کی جراحی کرده، جراحیش میکنم، چون هم خودش میخواد، هم خوب میشه، هم به نفعشه. ولی بعضی از کیسا واقعا بد میشن. بله. یعنی شما اصلا دیگه اون کاریزماتیک بودن اون چهرهشون رو از دست میدن. این باز برمیگرده به تجربه و تعداد جراحی هایی که فرد انجام میده. تعداد جراحی از نظر من مهمتر از تخصصه. من متخصص جراحی فک و صورتم، سرطان صورت، شکستگی ها، لب شکری، تروما، همه چی بذارین کنار، بینی، فک، چونه، لیفت، هر جراحی که تو صورت باشه رو من انجام میدم. ولی یه نفر که مشکل مثلا دور از اون سرطان داشته باشه میگم برو پیش دکتر فلانی. میگم اگه شما، میگم چرا؟ کار هر روزم نیست. تجربه و کار هر روز، شما هر روز داره لیفت میکنی بینی و فک، شما باید ببینید چه کاری هر روز انجام میدی، این کار رو ادامه بدی بری جلو. شما نمیتونی که بیا بگی چون من متخصص فلانی هستم پس تو همه چی اون تخصص من بهترینم. نه، اینطوری نیست. درسته. و اینکه این همه تعداد مراجعه کننده های دکترهای زیبایی کلا زیاد شده، حالا خانوم ها در سالهای گذشته خیلی بیشتر، الان آقایون هم این کار دارن انجام میدن، فکر میکنین ممکن از عدم اعتماد به نفس آدمو سرچشمه بگیره؟ کمتر شده.
کمتر شده. به خاطر مشکلات اقتصادی کمتر شده. من آمار دقیق به شما بگم. بله. اول از همه حالا سوالاتون یه جور دیگه جواب میدم خب. ولی که کلا به خاطر مشکلات اقتصادی کارهای